فکر میکنم که سوال دادن جنایت نیست. سلام و درود دوستان عزیزان و بینندگان گرامی. امیدوارم که همه کسا خوب و صحت و سربلند باشید. من میخواستم امروز یک سوال بگذارم با نام چرا مسجدها را بسته میکنید و کمتر فکر و نظر خود اویدی بستن مسجدها مطرح بکنیم. و همه ما و شما خوب شاهد حال هستیم که در سراسر عالم وبای عصر با نام کووید 19 آمده است، یعنی به اصطلاح توچکی همون کرونا ویروس. و حکومت رحمانوف هفته گذشته تصمیم گرفت با یک چند امام خطیبان چاپلوس و دین فروش و وطن فروش تصمیم گرفتند که مسجدها را برای پیشگیری وبای عصر بسته کنند. ما به نزدیکی ماه شریف رمضان را انتظار هستیم. روزای نزدیک می آید انشاءالله و همه ما و شما این ماه مبارک را انتظار بدیم. و رژیم رحمانوف امروز نمی خواهد که مسجدها باز باشند. سبب در چی است که چرا که نمی خواهد که مسجدها باز باشند؟ و امروز ها میبینیم که حکومت رحمانوف حتی دانشگاه ها، مدرسه ها، مکتب ها را نبسته است، برای که مادامی که اینها فکری ملت و وطن بکنن، اینها باید نه مسجد بلکه تمامی مکتب و مدارس دانشگاه را بسته میکردن. سبب در چه بود که علل خصوص اینها اومدن مسجد را بسته کردن؟ سبب در چیست؟ سبب من به همه شما هموطنان حاضر روشن میکنم که تا که شما بفهمید. همه ما و شما خوب شاهد حال هستیم که در وضعیت تمام عالم، سراسر عالم، یعنی که متشنج است و رژیم رحمانوف تصمیم گرفته است که باید همین کارهایی که علل خصوص ما در همه ما و شما خوب شاهد حال هستیم که در مسجدها چایخانه داریم. با نام چایخانه یک جایی که برای افطار کردن ایستادن تا نماز تراویح رو منتظر شدن، همونجا چیکار میکنن؟ مردم افطار میکنن و در اون معرکه در مردم سرجمع میشون. حتما در اونجا یک به اصطلاح زبان روسی یک افسوجدت مردم میکنن. چی افسوجدت میکنن؟ از مشکلی های امروزه حکومت رحمانوف، یعنی افسوجدت میکنن، میگوین که رحمانوف فرزندش رو دیم نفر کرد، یعنی که جانشین خودش کرد. دیم اون که وضعیت که روز تا روز دیده ایستیم در تاجیکستان از بیماری کرونا ویروس مردم فوتیده ایستادن و یک نفر هم پیدا می شود که در اون معرکه می گوید که فلانی از بیماری کرونا ویروس به هلاکت است. خب با نفرهایی هستند که فرزنداشو در اسیان در مشکلی هستند، از این گپ میزنه. نفری هست که میگوید که در تاجیکستان چندین میلیون ها از کشورهای خارج پامش یعنی کمک دادگیان، چرا امروز رژیم رحمانوف با مردم تقسیم نمیکنن؟ خلاص رژیم رحمانوف از همین سخنهای مردم بسیارتر میترسد. از همین لحاظ میخواهد که مسجدهای ما را اول ببندد تا که آوازه و دروازه را در اونجا پهن نکنیم. چون که دیگه همه ما و شما میدونیم اگر که دانشگاه ها را نبنددم، چون که اونها میدونیم همه ما و شما که رژیم امروزه رحمانوف برای ما و شما چکار کرده است؟ چاپلوس تیار کرده است. و همین را گفتنی هستم که سبب بستن مسجدها نه برای پیشگیری کووید 19 بود، بلکه برای پیشگیری اعتراضهای مردم بود. و دیگر نمیخواهم که صحبت طولانی کنم. باقی در امان خدا باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.